با سلام به امام اهل جهنم و عظمای یخچالی که بالاخره بعد از کلی انتظار چالش کردن و از بلا تشریفی در اومد و الان دیگه جسم ناقصش کامل دفن شده. لکن این سیدعلی هنوز یخش آب نشده. یه مراسم داغ کفن و دفن براش بگیرید یخش آب بشه. بله، به مناسبت تمام چال شدن عظما برنامه‌ای با حضور هنرمندان جهنمی و سلبریتی های ریشدار برگزار کردیم که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. در شروع از رئیس جمهور جیگر طلای عظما یعنی ابرام خرس خور شده دعوت میکنیم که بیاد و برنامهش رو اجرا کنه. عظما جان، پرو پکان دلم برای آنگوزمان نگاهت لک زده بود ای لوکوموتیر قلب ها. لکن خفه ترانه ات را بخوان. ای به چشم. عظما رئیس جمهورت بودم من، حق روی وافورت بودم من. آرزوها داشتی واسه بنده، آرزو حالا کیلویی چنده. افتادم از کوه با هلیکوپتر، نظاممون هم شد جرو واجر. توی جهنم امامم که هست، بیا بسازیم نظام یک دست. آفرین آفرین. لکن سیدعلی یخ فکت وا شده. ما یک کلمه از تو شنیدیم، نفر بعدی بیاد ببینیم چی میخواد زرت و پرت بکنه. حالا نوبت میرسه به اول خالیبند جهنم و هومه، سازنده کرونا یاب مستعان سلامی چاخان. پاسدار پشمک سلامی هستم، تا زنده بودم هی خالی بستم. کرونایا با قابلمه ساختم، شبیه عظما بازی رو باختم. وقتی که فتنه راه ها رو بسته، جواب نداره موشک و هسته. سپاه تو لیسته صاحب نداره، دیگه تمومه آخر کاره. لکن سلامی خیلی خرید. جای اینکه یه حالی به این سیدعلی بدی، حالش را گرفتی تو. برو رد کارت، بگو بعدی بیاد. حالا نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به قاضی ترکیده رازینی. هوا رو ول کن به چسب زمینو، فتنه تو راه بدون تو اینو. قاتل و بازجو، قاضی و پاسدار، روزا خرابه همه خبردار. اینقدر نخوابیدی خورده پاشید، مراقب آبدار چیا باشید. وقتی که ملت بیان خیابون، میشه نظام ما در بداغو. لکن خفه تو هم که به جان من و سیدعلی سگ لرز انداختی که نخواستیم جشنتانه. همه بیاید پایین. سیدعلی خودت برو روزه آخرت بخوان ببینیم در چه حالی.
تو این اوضاع و احوال من باید 2 کلمه رو عرض کنم. اونم این که اوضاع نظام رو به راه نخواهد شد، مجتبی هم ولی فقیه نخواهد شد. دیگه تموم دوره زرزر، تازه در اومدم از تو فریزر. همین که مردم رفتی توافق، زهرو چرا میخورید با قاشق؟ من قلو دادید زغال گرفتید، من رو دادید جاش بلال گرفتید. کله مار از بدن جدا شد، هرچی که کاشتم باد هوا شد. مجتبی مونده با جسم ناقص، ولی فقیه نفله و نارس. راهی نداره پیش ما جاشه، رمز سقوطش یه اختشاشه. یخ کنی با این ترانه یخ مکد، لاکن خیلی حریف. نظام آکبند دستتان دادم، حالا یه نظام قرازه برگرداندید. بس هدیه، خسته شدیم. تو هم صدای انقلاب رو شنیدی؟ آخر و عاقبت هممون مثل همه. لکن خفه همین مانده بود که تو هم به ما کامنت بدی. جمع کنی کاسه کم چرا.